سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 آگوست توجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تعدید فرمانده طالبان قادریم توجیکستان را در یک هفته اشغال کنیم. خلیفه معتبر اسماعیلی ها که مراسم ماتم باقر را رهبری کرده بود به 5 سال زندان محکوم شد. بازداشت یک ساکن پنجکین برای تجاوز به ناموس دختر 14 ساله. 3 ساکن کالینینگراد برای تشکیل نکاح‌های قلبکی با ساکنان تاجیکستان و ازبکستان دستگیر شدند. کشتار امسر از سوی شفر بجل در استرفشن. یک نورس از مومن آباد را با مشت زده کشتند. و اکنون تفصیلات خبرها. نشریه 8 صبح چوب کابل با تکیه به منبعش خبر داد که یک فرمانده ارشد طالبان در ولایت با تاجیکستان همسایه تخار به مقامات تاجیکستان هشدار داده است که اگر دست از مداخلت در امور افغانستان نبردارید، نیروهای این حرکت تندرو قادرند در بین یک هفته تاجیکستان را تصرف کنند. این در حالی است که یک سال پیش یک نماینده دیگر طالبان تهدید کرده بود که برایشان برای اشغال تاجیکستان همگی 24 ساعت کافی است. طور آزیا پلوس از این نشریه افغانی نقل قول میکند مولا جان محمد حمزه مشهور با مولا جانو، معاون اول فرمانده سپاه 217 امور طالبان در ولایت تخار روز 2 آگوست در حضور وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به تخار سفر کرده بود گفته است نیروهای آنها قادرند در یک هفته تاجیکستان را تسخیر کنند. در خبری که روزنامه 8 صبح از قبل منبعش در تخار نشر کرد گفته می شود معاون اول فرمانده امور طالبان هشدار داده است که در صورتی که این کشور یعنی تاجیکستان دست از مداخله ها در امور داخلی افغانستان نکشد و روسیه پشت تاجیکستان را قرار نگیرد، این کشور را در ظرف یک هفته تسخیر می کنند. مقامات تاجیکستان به سخنان این فرمانده طالبان تا حال واکنشی نکردند، ولی مولا جانو نخستین کسی از افراد نزدیک به طالبان نیست که تهدید به حمله و تصرف و یا ناآرام کردن تاجیکستان میکند. تیر ماه سال 2021 که طالبان حکومت را در افغانستان غصب کرده بودند، یک سخنگوی این حرکت اظهار کرده بود که اگر جامعه جهانی دخالت نکند، جنگجویان طالبان آماده‌اند در بین یک شبانه روز تاجیکستان را اشغال کنند. ماه سال جاری گلبدین حکمتیار سروزیر سابق افغانستان در یک سخنرانیش حکومت تاجیکستان را عیبدار کرد که به مخالفین مسلح حکومت کنونی طالبان در قلمروش پناه داده است. گلبدین حکمتیار از دوشنبه خواست در موضع‌گیری‌هایش در قبال افغانستان تجدید نظر کرده به جای راه دشمنی و خصومت راه تفاهم و تحمل یکدیگری را انتخاب کنند. تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهای دنیا است که از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود پشتیبانی میکند و گفته است اگر طالبان به اقلیت قومی بخصوص به تاجیکان افغانستان در حکومت خود جایگاه شایسته را قائل نشوند، رژیم نو آنها را در کابل اعتراف نخواهند کرد. پامیر تودی و پامیر دیلی نیوز دو رسانه مستقل خبری که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکنند روز 3 آگوست سال 2022 با تکیه به منابع خود در خارو خبر دادند که یک روحانی معتبر پیروان مذهب اسماعیلی خلیفه محله تیرچت مظفر دولتمیروف به 5 سال زندان نظامش عمومی محکوم شده است. تفصیلات دیگر این حکم هنوز دسترس نشده است. مقامات حکم خلیفه مظفر را تا حال شرح ندادند و معلوم نیست که آیا او بر اساس کدام ماده کودکس جنایتی تاجیکستان گناهکار شناخته شده و محکوم به زندان شده است. اکثر اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی بوده کریم آقاخان را رهبر روحانی خود میشمارند. خلیفه محله تیرچت مظفر دولتمیروف روز 26 ایول سال 2022 برای صحبت به ریاست ولایت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دعوت شده بود و دیگر برنگشت. او را بلافاصله بعد اون صحبت به حبس گرفتند و الکی بعد یک هفته حکمش را برآوردند. منابع بامداد از خارو خبر دادند که مس خلیفه مظفر مراسم ماتم لیدر غیر رسمی پرنفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان محمد باقرov را راهبری کرده بود. باقر 22 ماه سال 2022 در خاروخ کشته شد. ماه می و ایون سال 2022 مقامات قدرتی تاجیکستان موج نو اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از سلاح جنگی و نیرو سرکوب کردند. تنها در ناحیه روشان بنا به حساب‌های غیر رسمی بیش از 40 نفر کشته شده
در عموم در ولایت مختار کوهستان بدخشان و بیرون از آن حدود 200 تن از فعالان و لیدرهای غیر رسمی این ولایت مختار دستگیر شدند. ساکنان بدخشان میگویند نیروهای قدرتی به ضد اعتراضگران آسایشته از سلاح جنگی استفاده بردند. مقامات این را رد میکنند و میگویند در جریان عملیات حربی تنها اعضای گروه‌های متشکل جنایتی و گروه‌های افراطی بازداشت و یا بی‌ضرر گردانیده شده کسی از اهالی ملکی آسیب ندیده است، ولی سازمان‌های بین‌المللی از جمله پارلمان اروپا این ادعای مقامات تاجیکستان را قبول ندارد و به تحقیق بین‌المللی حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان و تأمین دسترسی آزادانه سازمان‌های بشری و حامی حقوق به محل مناقشه دعوت می‌کنند. در دوشنبه دعوت به تحقیق بین‌المللی رویدادهای بدخشان را رد می‌کنند. کارمندان میلیسای پنجکند روز 2 آگوست سال جاری بیگجینوف عبدالقهار عبدالغفارویچ سال تولدش 1997 ساکن دهه قموق جماعت دیوت به نام لایق شیرالی را با اتهام تجاوز به ناموس دختر نابالغ سال تولدش 2007 با روی زوراوری دستگیر کردند. به بیگجینوف که در قموق او را بیشتر با نام باباجان میشناسند بر اساس ماده 138 کودکس جنایتی تاجیکستان برای تجاوز به ناموس نابالغ 14 ساله تا 12 سال زندان تهدید میکند. منابع آگاه پایگاه خبری بامداد از پنجکند خبر دادند که بیگجینوف به تجاوز به ناموس دخترچه نابالغی که به او هم همسایه و هم خویشاوند بود عیبدار می شود. یکی از همصحبتان بامداد که نتیجه تشخیص سودی و طبی جبر دیده را به چشم دیده است خبر داد که تشخیص آثار زیاد زخم و لط در سر روی جبر دیده را نیز مشاهده کرده به خلاصه رسیده است که بیگجینوف به مقاومت دخترچه نگاه نکرده به ناموس او رسیده است و در نتیجه این تجاوز پرده بکورت جبر دیده دریده است. همصحبتان بامداد نقل کردند که این حادثه صبح 2 آگوست روی داده است. همسر بیگجینوف که با مادر جبر دیده خویش نزدیک بوده است آمده از مادرش خواهش میکند که مریض شده است و خوب میشد اگر دخترش را به خانه آنها فرستد تا که به وی در کارهای خانه یگان ساعت کمک رساند. مادر بخبر از آن که جگربندش را خودش به چنگ یک اژدهای نفس میفرستد از دخترش خواسته است که به خانه همسایه رفته کمک رساند. دختر نیز بخبر از آن که چه وحشت او را در آنجا منتظر است با پای خود به خانه همسایه رفته است. حادثه وقتی آشکار شد که ساعت بعد دختر با سر و روی کنده و خونشار و گریان و نالان از خانه همسایه برگشته به والدانش خبر داد که شفر همسایه هنگام روبوچین خانه‌شان فرصت قلعه شمرده به زوری به ناموس او رسیده است. والدان فرزند خود را گرفته برای تشخیص بردند و طور گفتم تشخیص خلاصه کرده است که به ناموس او در حقیقت با استفاده از زوراوری تجاوز صورت گرفته است. در پی شکایت والدان کارمندان میلیس بیگجینوف را دستگیر کردند، ولی والدان دختر جبر دیده ترس دارند که بیگجینوف میتواند این دفعه هم از آب خشک برآمده خود را از جوابگری خلاص کند. آنها طلب دارند که حقیقت باید به اقدار رسانیده شده تجاوزکار به جزای سزاوار گرفتار کرده شود. بنا به معلومات دریافتی آنها گویا بیگجینوف سال گذشته نیز به ناموس یک دختر رسیده بوده است، ولی کدام خویش با نفوذش او را از جوابگری خلاص کرده است. همین طور سال پیش در جریان یک مناقشه او گویا همراه برادرش با جشن جاوید جلالوف را لطوکوب کرده میخواستند او را به دریای زرفشان پرتویند، ولی در این هنگام برادر جاوید ناگهان به جای حادثه میآید و بیگجینوف و برادرش قصد جنایی خود را تا به آخر رسانیدن نتوانسته از جای حادثه فرار کردند. همصحبتان بامداد گفتند که اون وقت این حادثه باعث مناقشه بزرگ در درون اولاد شد، ولی همسر بیگجینوف پاچویش را زاری و التجا کرده به خاطر ویران نشدن اویله وی به یگان جا شکایت نکند. نظر بیگجینوف و نزدیکان وی به این همه حوادث هنوز دسترس نشده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. خدمات مطبوعات ریاست فسبی روسیه در ولایت کالینینگراد از آشکار شدن یک شبکه خبر داد که برای نکاح‌های قلبکی مهاجرت غیر قانونی به این جزیره قلمرو واقع در ساحل بحر بالتیک در غرب روسیه را برآمده بودند. فسبی گفت 3 ساکن ولایت کالینینگراد در عوض پول شهروندان روسیه را برای عقد نکاح با شهروندان تاجیکستان و ازبکستان می‌جستند. چون این عقد نکاح به زادگان تاجیکستان و ازبکستان امکان میداد که به صورت آسان‌تر حق اقامت در روسیه و بعداً شهروندی این کشور را به دست بیارند. هر 3 نفر گمانبر به تشکیل این شبکه غیر قانونی دستگیر شدند. فسبی گفت هنگام کوفتکوب از منزل‌ها و دفترهای کاری اون 3 نفر
تجهیزات برای تیار و چاپ کردن سندها، همچنین بیش از 100 مور و شتامپ قلبکی اداره‌های دولتی، 11 شناسنامه خارجی روسیه و کشورهای اسنگ با علامت‌های تقلب و 650 بلانک خالی سندهای رسمی از جمله سندهای کشورهای خارجی یافت و مصادره شده است. در رابطه با این قضیه با اتهامات تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایتی گشودند. به دستگیر شده و تا 7 سال زندان تهدید می‌کند. مهاجران زیاد در روسیه به خاطر بارای آسان‌تر به دست آوردن حق اقامت و در آینده به دست آوردن شهروندی روسیه از نکاح با ساکنان روسیه از جمله از نکاح‌های قلبکی استفاده میبرند. در این اواخر دادگاه‌های روسیه ده‌ها نکاح شهروندان روسیه با مهاجران خارجی را قلبکی دانسته بیکار کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه کشتار امسر در جریان مناقشه اولوی خبر داد. شوهر بجال در استرافشان همسر جوان 27 سالش را اول لطوکوب کرده سپس بوغی کرده کشته است. گفته می شود هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن شهر استرافشان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. نامبرده 1 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 16:30 در خانه استقامتیش از سبب مناقشه به میان اومده با همسرش جوانزن 27 ساله با دست و پایهایش با عضوهای مهم بدن او زده جراحت جسمانی رسانیده سپس با روی بوغی نمودن او را به هلاکت رسانیده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی نسبت به مرد دستگیر شده بر اساس قسم 1 ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتن اعضای نزدیک عائله اساساً درباره کشته شدن زوجها از دست شوهران خبرهای زیاد به دست میرسد. اکثر این جنایت‌های سنگین در جریان مناقشه‌های عائلوی و یا در زمینه رشک صورت میگیرد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 آگوست سال 2022 از آشکار شدن یک حادثه فوت نورست بر اثر لطوکوب خبر داد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جوان 18 ساله ساکن شهر کولوب با نابالغ 16 ساله ساکن ناحیه مومن‌آباد مناقشه نموده با مشت به مغز سر نابالغ زده است که در نتیجه نامبرده ضرر وزنی به سلامتیش گرفته است. بعد این مناقشه نابالغ مذکور سانه 13 یولی سال 2022 تخمینا ساعت‌های 04:00 در خانه استقامتیش فوت دیده است. مطابق خلاصه اکسپرت مرکز اکسپرتیز سودی و طبی نابالغ ضرر وزنی به سلامتیش گرفته به هلاکت رسیده است. خبر می‌دهد مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تفصیلات دیگر حادثه و سبب نورست را لطوکوب کردن آن جوان گفته نشده است. تنها گفته می شود که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هر سال بر اثر زناشویی‌ها بین نورسان و جوانان در تاجیکستان چندین نفر زخمی می‌شوند. حادثه‌های کشته شدن جوانان و نورسان در چنین حادثه‌ها نیز کم نیست. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب و صبح 2 آگوست سال 2022 در بین تقریباً 4 ساعت در حدود ناحیه یوون دو صدمه نقلیاتی مرگاور روی داده. بر اثر این صدمه ها 2 راننده به هلاکت رسیده و 1 مسافر جراحت برداشته است. بنا به این منبع شب 2 آگوست تخمینا ساعت 02:00 راننده افت تمغه اوپل زفیر مارکایف بهادر سال تولدش 1997 ساکن ناحیه یوون هنگام حرکت از سمت ناحیه یوون به سمت ناحیه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده به افت تمغه مرسدس بنز تحت اداره نزاروف غلامعلی سال تولدش 1980 ساکن ناحیه یوون برخورده است. در نتیجه راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز نزاروف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافرش سعداللهیف جمشید سال تولدش 1992 ساکن ناحیه یوون به سلامتیش جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شده است. همچنین صبح 2 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 05:40 راننده افت تمغه BMW رجبوف اکبر سال تولدش 1989 ساکن ناحیه یوون هنگام حرکت از سمت ناحیه یوون به سمت ناحیه جامی در حدود دهه پرچسای از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از راه اساسی برآمده به کانال آبگذر روی کلان ماشینگرد افتیده راننده رجبوف در جای حادثه به هلاکت رسیده است.
از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.